خوش زبان فردوس جان رحمانه. همچنین با همین جمهوری تاجیکستان شریف جان رحیمی، قهرمان جان یارم، ریفت خلیقه، رحیم جان ابراهیمه. السلام علیکم زنها مادرای بسیار عزیز پدرای بسیار گرامی‌قدر میگویند که بین دو آدم یک کلمه است که آرزوی جامعه عمل می‌کشد. برای همین یک آرزو دارم که همین شام در پایتخت کشور شهر دوشنبه بگذارم همه زمین خنده کنند و از مسائل روزمره دور گردند. عزیزان دل آمده بی‌نهایت ناز کردیم. خوش آمدید به بزم حج و خنده بودیم. و من نامزده نمونم که عزیزان امروز جغرافی کارخانه ما چی بگم از همه گوشه کدام اینجا هستند، لیکن از همه گویم از ولایت سوزان بیرون از ناحیه دلغره خوشای ما گرفته برای میکرده یک قضا بگیم سلامت باشید. علی یکی از تنها بودن یاد شما حتی جفت بیافته جفتی خدا باید سر داده رو این بابا جفتی دسته شوخی میکنیم البته من گفتنی هستم که امروز هر یکی ما و شما شکر از آن کردن در کن که سال 2020 گذشته رفت. این آقا دیگر همین آستانه‌ای در این موقع نمیرد. هیچ کس باورش نبود دهانت محکم میشد خانه یک کس مهمانی با هم نمیرفتد لیکن همیشه کار شد کنه که بیایتان و برای آنی که نمون روزها دیگر نهایم، برای آنی که تو در نمی مردم تاجیک خنده باشد، برای آنی که همیشه گلگل شکوفان باشیم دستورخان و پروفایل باشد یک قرصه که بابا میشون میخوام سلام علیکم السلام علیکم بالکن سلامت باشتون گرچه کم باشتون آواز پرورده استون بالکن سلامت باشتون رحمت شما و رحمت بچه ها چی که نباشد پایتخت کشور امروز تو عرفه نوروز است که نوروز در پایتخت کشور خیلی عجایب حقیقت جشن میته شد. اون نوروز یک ایدی نیوگان ما عصبی خود در نوروز مثلا گیریم ارغم چی کشی میشه و مثلا گیریم اسدبانی بوز کشی ها میشه و من از همین نوروز آغاز کرده ورزش با مشغول ورزش شاهبازی کدام شما سنگ برداری و اصطلاح گفتی روسان من رو تو به درنا پره خیلی کنون ورزش بدم مشغول شده نمیگم من راست میگم استاد کدام نمودی ورزش برای گمزم کدام نمودی ورزش سنگ برداری استاد سنگ برداری بله مقیمکا از یک طرف شریف جان و از یک طرف سنگ سیاهیستر چه مشته باشه در باور دیگر شویم 31 سنگ نفت 31 شریف جان این بعض داکتی را چه سنگ بردارید دیا نمیده من معرفی میکنم معرفی کنم استاد یه دوست نیزاش من در صحنه‌ای فیلمای نموتی برای آتشایی جاره یکی از آن نفرانه که کنیچی دختر کار و سینو دختر کار کرده است یکی از آن پهلوانه که سنگ دیده آب نشود شریف رحیمی
بودم اون تایی پرونه است من گفتم که حافظا فنگجان هم میخواهد کنیم که پهلوانه هم فنگجان شست کرد شریف جان ایسانی برداشتی که اینجا کم دیگه رو برداشت برفتو؟ ایتا مردانگی نکن که از کجان برداشت دنگاله من نبرد کن لیکن بچه کم کم چخچک از هر جو گفتیم کو هنگامه استاد اصل شکل هنگامه از کجا پیدا میشه؟ هنگامه یک جای خالی به خود است پیدا میشه برادر چیه؟ من هنگامی رقمی یک دوشنبه و اتوبوس های دو قبطه پیدا شده است اگر قبطی با ایشکی برزه برابر پایانش بدن اساس کنه هنگامه هم برای بخشیه خدا بده همین آزی بدونید دوشنبه به شکر به پول نمیدیه رفته یک بار ایخیل اگه چورکوته چیزه دست تا بخیم میمونه اگر باید که نرز بدن میمونه و خدا بده همه دست شریف من دست من بیرون موضوعی و مادر نمیدونم چقدی گذار بود استاد اگر کوزا روشن میداری بفرم استاد همین شهر دوشنبه بر یک تا بازار هست بدونید می بازار بسیار بازار کورمون هست بازار جهانی انا همون بازار کورمون نامش عوض میکردم کورمون نیون نوربون نمونده نوربون چی؟ برای اون که نرخونامو نوربون برای این خسکره هونداست برای چه که قبضه رو لیکن دوشنبه زرده دوشنبه زمستان هوا خنک بیرون خنکه ها درون خانه دوده ها همین هوا خنکه ها لیکن درون خانه دوده ها سویت یکم بود نماموری ها زرده ها لیکن درباره هنگام شاعر رو شعر نمیشته ما برای شیرین کرو باید شعر گرفتم آهنگ بدارم رفتیم یک تا هنگام خانه دوستان من خیلی خوشنودم که شمایان باور کردن که تصویر خمیدان گرچه حیاتش نو شده باشم یک بار رو ببینیم که این تلفن چیکار کرد یک بار رفته ببینیم چه همین چیکار میکنم عزیزان یک تا نیت داره همین دوشنبه و قدم مونده یک تا نیت کتی الان مخلصانی که سالهای گذشته تا این سالهای چندین سالها مخلصی کردن عزیزانی که هر یک کارم نمیشه یک تغییرات داره مثلا میگیم همه وقت یک خم نمیرد کن مثلا تغییرات میشه لیکن من خوشنودم از آن که اکتیورانی که با همراهی ما بودن برای جدا شده با یک تیاتر استودیو تاسیس دادن لیکن رقابت
رو مجبور میکنن. خب می‌دونیم عزیزان با برنامه امروز شمایان عزیز مهمانی این طور مهمانی برنامه ما اگر این خیلیش بگیریم ما مهمانی برنامه شما دوشنبه بومدیم ما علاوه از چی دوست دارید که همین دوشنبه روز از روز در حقیقت زیبا شده است. گرد نیست من باور نمیکنم من این مردم در کوچه میبینم من کاستیوم گاستو کدی اما تاکسیستو هم گاستو با ویزون کنید که هم عمله دارم میکنم او ویزونش نیست لازم کنم اینم نمزد اینم نست مدنیات میگم در یک رفیقم بود دامدارش کم تر درست کرد من گفتی یک اون دختری دامدار شنوست تایمی چی و تنجی میفته برام همین بیدرد کنه ببینید بیدرد دامدار کنده میشه یک دختر رو بردم باید دخترم چی بود شما شنیدی که برادر بیمار نشینه چی شما ممکن یک بیرون روی هم بیرون برادر تنجی میفته برام اکا جا ما یک میتودی نام کار کنگی من وقتی که دامداری پسرش با انگورم میکنم یک چشمکی میکنم شما این سوزنه گفته جوی ملایمش بد و دامدارش در درست بود دارم دیگه خلاصه میخیلم شد باید اون چشمکی که من سوزنه همیشه چی کردم شدو بعد و دامدار گفته یک کوزچه گفته اکا جوان شما میتودی دانی من مطمئن شدی گفته برای من کسال چی میگه میتودو نمیدونم رو ریشی تاکم پاک جامعه میرم اینا رو زنهای مسلمات گوشم 100 نفر زن این اکو لطیفه بود دارم دوتا ما نمیده نیتی من خیلی 100 نفر زن وای دنیا با حتی ایستادیم آواز شد قدام زنهایی که تلفن شوهرش وقتی شوهرش خواب بوده اینده گریفته تفتیش میکنند یک قدم به پیش 99 تا زن یک قدم به پیش بوده یک تا زن قدم نیست است با همین آواز شد است وای زنگی تهرانگوی تو بزرد سلام باشه رضا زندگی خطور یا خانه سمچی اولی متصل ازاش من مهمان عطای خداست دیزار خواهدانی هر یکی با شما بین ما مهمان باید رو دستورخوانی ما همیشه پرفایز باشد تماشا بکنیم زیده باشید علی امروز خانی ما مهمان میدو رئیسی کروخونم شما برا کنیش خانی ما مهمانی آمدن شما در کار شب روز ما زنه کردیم همین تشویش کشیده کنی یک من خبر زیرم زنه چی تشویش کشیده باشد کنی تیار در باشد این دستر خونم همش تیار همش ناز خدا خواهد روز من بزنم انا زنی میخونم شما دورا پیش میخون کنم شما دورا السلام علیکم شما دورا پیش بله اومده ایست کنه من انتظار البته مایلش خود ما یانگه کام که شب دراز تشویش کشیده بله خود شده است مایلش هم رو رفیج مایلش خب خیر مایلش شما دو رفیج هم قریب آمده خدا خواهد رئیس میان یعنی چای زنه بسمی یعنی نو همش تیار خود زنه کجا شده مایسره های مرس من گلسره زنه چون سر گفتم من گلسره هیو من خزان کیفته بای شبش کی باید جای تشکیش دادی داریم شد گلسره یا خواب شربا بلیت دارم من نمیدونم چی با فقط شما زیافت نمیدید و یعنی بار همه هاش نوی زیافت دوان نمیدید یعنی کنی من جانم بیا ما تو فهمونم جانم نمید جانم برو زنه جان گوش کن همین دیگه خوری ما یه اون کس خورو براش هستیم یا موی تبه رفته کیر من نزده حاز موی می اپیدی دیوانه گمازه چیزه شما من چه نامم زنه گوش کن با قریبی شما برای هیچ رئیس کارخونه من با من فقط میبارم این مایده چه نگو زنه جان انا من فقط میبارم برای از بالا دعوت کرده بپرسم که شما برای هیچ یکم تا نامزد ارزنده هستی جای شما با کارخانه راهبر رئیس مونه سونی دیدی که شما برای کش بعد این او وقت زیافت رفتگیر تو دهنه پر کرده البته فرض میدین با تجربه با سبب با لیاقت انا همین قصه راهبر مونه دیگه سونی دیدی که شوهرت رئیسی
yatta korxoni katta kalom. Ivajon. Somit tuchi. Tu ko'cha bo'yi hamma zaminangiz omad. Zaminangiz omad. Chekisi tu vakiton apo'shinan zaminangiz. Man seni hemşirkeler şarafat. Bu şarfsın. Sanatçı hozi balak. Albatta. Hozi balak. Hozi balak ne ya? Ne? Hozi ya durup düşman. Hayır, मुझे बारिश में जैसे जा मार्च में किया तो से मैं हाउस फायर कर देता है मार्च भी कायर मिशा कुछ कायर मिशा अना चोय की बाहा चोय हास हो शो की नोनी चिकन निश्चित नहीं माम काजनी मामा बासरी चोय मिशा सभी हो मुहतरम रईस अना हम जो मिशा सलामत बोशान ज़ूले में तरफ मिशा ज़ूले फकत रईस पे चस्की दही sanat ha ya korkmaya korkma şey korkuzora şey zule korkunu o korkma ben ne yapamam ben ya reisan ya da korkuyu kuduşa ben ne yapamam korkuyu falan iş amin ne diyorum şu anda ne kadar korkuyu mu demişti ha ha rüzgar siyo marra ne lan hani yüzü kuduşmayalım bak kudum nes bu proklet top diye ne şuna kuşun maç haş şunu hani kapar mı bunu kuşu zaten o şukur ne kudum şunu zaman şukur ne var şukur ne var zaman çok düşman haş şunu dedi tu bak bir de bağırdı tu umman zan ne giran aklısa mümkün ye gittin pandemi sana çok bak şu panida pozile bir anda o kışmıyor yattı sanki tarafını ah bu olmaz İlakışı tez okey İlk huduyu ve afta o hausa istiyor o tuyon var ya kaşo kilometre non volete tarafı non şu ne tayo Yok sana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bana reis. şuraya çöktü Yanga John şunun ağzını. Bana söyleyeceğim. Bana. Kuzey. Bana şey kuzey. Ziracı yori kula babi diyorişte. Hani reis John nasıl oldu kombi? Ya to omi. Omi. Abi Amin fonadımda fayda bereketi ya. Rahman reis. Tamoşosu var. Rahman. Farzandı çanta bakıdı. Sen de kulamış bu. bu da eğer fahat Hasbi. Bundan sonra dros kurudu. Bir de ki oldu. Ama dostu boşan jomda yaman pisa. Omi Rahman. non şikayet ediyoruz şöyle lezzet ediyoruz şöyle to mehmanı size açmak şöyle to son nas kareto olmadı beni hani şam'a bulan hiç şöyle lan böyle bir Sana çok çıkmaz mı olacak? Şam'a bırakmayı. Sen şam'da asabı nozu ne matma yapıyorsun çok şey gibi bu pista. Ecco, si può dire che ham risate. reis kadar şey mi işte su sesi beni Reis John sunxatashim. kaf ne su Zirvede hadise hamle limanına gelip meydana dikkat kadınlar odası verdiği zaman. Dede çonaş Allah bak kuş tanıyor Bir bakma meydan tayo son meydan. Bana grito şimdi Allah bunu şam'a bırakmıyor. Dost diken takip ediyor. Zak zaten o ek damat kadet konu tonga. Hani sokak işmaya zenin bakımında olmadı değil. nas kardeş Abi korporat sorucu işte. Yok abla hemen konu taktiğinde meşhur dedi. Şoma değil. Abi kadını şu orası korman nurboron. bak bu hani sen ben öyle dedim Ne olsa reisyon. Şuhani avalin baraisi korkona şamı bırak yüzde beşavam. Çoğu nizamın ne mama mümkün Ne? Sonucu. Ben balanca bulundu. ben o sigara Hadi yanga biz. nasıl çavhara mı çıkıyor niye Reis kutu ziyade. Saya atau disuruh naik kapal sehari. Iya. tuzuna Ne mümkün ne bu tu sanatçı mı okey? kan şam'a göre Bunu şam'a bırakıyor. Rezeki bersantik. Albatta. bana Ne? Hakkas bu rezeki. Acı göstereyim.
Kayak mana rezeki mah mana petani Ini beraya. mana belum di? Ini dah mana. Mana rezeki mana petani beraya. Orang suka ini dia nih. Mami selalu ya aftan Ustaz. Ini sama tu. Soalnya orang suka ini dia nih. Ini mehr muhabbat di kota nisbat bar sardo. برای زونه جو میرسیم برای زونه جو برای زونه برای زونه کباب تایید کباب سیخ کباب تایید زونه جو خدمت رحمه شما دیدید Eso, vamos a por una noche, que piensa. Grito. याद तो हम स्तुति समाप्त हम करेंगे जिंदगी रक्स पर खुशी को pakai tidak semua lagi tasbih do dia mulai omoda रेशियो में खेलगा पर लगे रईस in nose ni nato ya masa kami yang kamu juga harus sok sekali dia ya और बात तरसोई नौसकी yang तो नाम में Kali sekarang begini, resto. Kisha sikabo. Peş asih kamu sulhakam ne kunin bo. Ujo koy, yeram soni. Mungkin nasıl resmen mungkin. Mungkin. Aku rezeki sekolah. Nanti as komandor hiskade mi korkhone mo. Rahmat reis. On nafar ki dari korkhone zaman no pak odam dida ma kul deshkaba. Rahmat. तो ये तहरी मानसता ओप में तरफता आवाज में तरफता भूत ना भूति मामा ठोका करे खोल में करा इकाज नौजिया जो Baraya kami sekarang hari ini boleh reis. Yang tak Şimane. Yaktı suru biraz. Sabah. Lapay Jak to suru biraz sıçrama çoğuna. خواب شده است Bana şunu suhan kule. Hamdeti çoğuna. Hayakşo. Öyle.
شده کن خوراک تیار رسول ارزان دید که تو خامسوی خود تیار بود؟ تیار دیو عزیزم دیو اختا بحث کردیم وای رئیس جان مرزون افشان آزی پولیس سرکم با سویزان نشد گرفتم اشکال ایستا فهمه بخمه گرفتم آنید کاسیده تا جونش گرده کامزور اشکال ایستا شما مدید کن چای هست چای هست مردم جون چای هست چون هست ببینه کلامپور رئیس کلامپور میخواد رئیس جان خامشوربوی کلامپوری تست خامشوربو کلامپور پدر نمیمده جان دید رئیس جان زنم لابه کلامپور بیاره جانم پتی رسول یک رقصای شروع نکردید عزیزم رقص تو استوال نداشته رئیس این چی کردی دا؟ رئیس جان دیگه من چی کردی رئیس که رفتار کنم میخواد نشونش ممکن نبود یا کلگاه نشید رئیس کلگاه نشد شوخی نداری رئیس شد بازم رئیس من تیج از نشیدم و زویلجان عزیز یک سورپریز میکنم سورپریز خب این تو دیدی چی بایا برای اون کلیدی خواهی گرفتگی آمده یک دمید زویلجان خانه دویجنگی تربا از مرکز شهر شنبه با کسک های شمایی اومد تحصیل کنم میرشم برای رئیس جان عزیز میرشم برای منزلی نبی زیلکن میرشه شما دید با رئیس سلامت باشید تو با رقصش برای مارخانه رقص میکنیم حاضر من هم اکباسه ها اگر خودم بایش جان آره وقتش داریم خوراک سیم هست رئیس گشت بیریان از قسمت خاندان نشده قسمت خاندان نشده رئیس داری میگشت یک همون خاندان تو نمیاد خاندان شدن بعضی ها سیاد نشستاست نه من قسمت ما زبان خارجی یاد گفتیم داره میگشت کجت انبر رخسار مهی انبر ای لعلی لبت گوهر من به نظر آمد ای زلفی کجت انبر رخسار مهی انبر ای لعلی لبت گوهر من به نظر آمد شکر گفتار ای شمس و قمر رخسار تابان به نظر آمد ای زلفی کجت انبر رخسار مهی انبر ای لعلی لبت گوهر من به نظر آمد
به نظر آمد. رئیس جمهور شویتون می‌بینی؟ خیلی دعوتی که رقص نگردیم بدم. رئیس خصوصا دیدی رئیس. رئیس شما همین شما لفظ رو بگید آقا سید کن. بچه‌های شما کی کار خونه ما رئیس شما می‌بینید؟ اگه نمی‌گفتید راستیگه فقیدی همین کارخانه خودمون آدمای تجربه آدمایی که همین سابقه کاریش بسیار هستند. ولی شما تجربه دارم کلام است فقیدی لیکن همین فکر شما را فکر کرده من وزارت زن زدم که این مسئله را از تو شما میگیریم ما خدا یک جوان بالایوکت با استعداد میفرسونیم نامزد کردیم دیگر خیلی که روز دوشنبه من جوان میفته است با هم دیگر کار میگیرید خیلی شما هرچه کار میدارید یاد میدید با هم کار رفتن میگید تا نبرید دیگه کجت انبر رخسار مهی انبر ای لعلی لبت گوهر من به نظر آمد ای زلفی کجت انبر رخسار مهی انبر ای لعلی لبت گوهر من به نظر آمد من به نظر آمد تابان به نظر آمد ریزوان به نظر آمد جانان به نظر آمد آمین 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 فقیدی کجا شده یکی خواب این چی بابا پایان برستی که خارب کرد همه دنیا به مهمان دست که خانم شما باید پیش نتوزید اگر پیش نسودم جواب همه با شما هم باید بگم خیلی بکر شکر بیدو بیدو شکر دکتر میخوانی ما بالا میده گرده رو بسا میگید جواب تست نبینم دیگر تست چی کم خدا شوخی؟ بالا همیشه چی نه این چی کم خدا شوخی؟ رئیس این باری آدم نشده خانه سوزومک میام تو به درست خانه سوزو مرده پیرف کرد من سب رو مرده گفتم که وای شما دیگه هم زنم هی تفسادید نیت کرد من حیران سرخش چی باید دیگه خودو این کنچه نگیفته برخ من رد مرده شما کفی من گوش میدید دیگه این روز رئیس میشودید فهمیدید فقط زیافت اینهای زیافت درم نکن نبو وزارت انگی های درم نکن این دفعه تیاری دیروزتر میریم ستولا توب داریم انا باید بس سنید کورکان با نوچه تیری سمدویتون رفتم محرقا گیره سر جمعه گیریه نکن عزیزتم تقدیری زیافت میکنه گیریه میکنه همش نمیشه من رو بستم شما برگر زنهای فرقی باشن رو رفتادن شدید کن باید که زنهای ولی حبانون یک مسکنی ولی خواهی هستیم ولی حبانون نورز مبارک ایدی خانده مبارک باشد سلامت باشد زن رحمتوی کرام رحمت یک نفر اینجا میبیرون عزیزی مخواهی مقبوله اینجا میمونم بزنیم اینجا ولی هجان سلامت باشد خدا خواهد ورزو بودن میفرشم یک اویلا حاضر من در بری زنها کم سودیم دوستانی عزیز بعضا وقت تلیفن نشود که زن دخترها من دوران گفتم من نمیمونم شما محبتون خدا دادگی سیاهی با سرخ میکنید زرد میکنید و ملی رو بدنید بلی رو بدنید یک چی میکنید یک اویلا توی در افسارستو موی سر رنگش رو نگاه کنه سر لباس انتخاب نستیم دختری کلانی چیفت است از اونی من خاکستری من گفتی خاکستر رو میپوشم دختری بیانه از اونی من سرخ من گفتی سرخ رو میپوشم مادرش از اونی من سیاه من گفتی سیاه میپوشم پدرش آفتاب سرد است من رو چرا
دوستان سلامت باشید. من شوخی میکنم. البته امروزها یه سیزد که ما در باره بلاگرهای هم گپ زدیم. بلاگر آن نفرهایی که فقط هر روز تلفن دستش الان میخوره من خوراک میخورم. خوراک مرا میخورد. و اینا تماشا کرسیدن. اینا تماشا کرسیدن میخوره. همه چیزش ثبت میکنه با خدا. من افتاب زنده. من سمالیت کردم. بعضی هاش سمالیت یا پروماتی هم پاسور دادن تیپی گرفته کشته پرومدا آدیگاش هم های. لیکن گپ در سر این نیو گپ در سر آن که جوانایی که ما فدراسیون روسیه رفتیم درباره بهایی هم گازداندن کن همین بهایی هم بلاگش کردیم روسا. خب گپ در سر چی دوستا؟ بعضی جوانها روسیه میرن کم در کار میکنن یک دوست پیدا میکنن رفیق پیدا میکنن الفت پیدا میکنن زن و فرزندان پدر و مادر از خاطر میبرند. محض درباره این جوانان امروز ما در برنامه کنسرتی کم کم چخچخ از هر جا نمایش میدیم. برابر تماشا کنیم. رفتیم. بچو انا همین چیز انا همین چیز رو بازی میکنیم. بیتو انسویگی دسته انجمن کارتا بازی میکنیم. یه موقع رفته بین یه موقع رو محله نگاه بین این هیچ کسی این سلام نمیسی Спасибо, брат. Не, спасибо. Оставь себе. Ага. О, наконец-то я добрался до своего родного Пишлака. Как прекрасен мой край. Какая красивая природа, какой чистый воздух. 18 лет меня не было. А вот тут ребятишки играют. Здравствуйте, ребятня. Ребята, вы узнали меня? Я Сирудин. Шари? Гушкун? Махаллоғын мақтабыңғы залычы мақтап екітан ку? Аға бұны болыдарға Факсаланға фамилиядан қадиді Присвоцкий. Вы узнали меня? Я Сирудин, сильно ученицо. Ребята, я что, смешно рассказал? Гушкушни? حبيبي دونيت محلي موبا سابوني حلوي كيمي توما او تاتو ميدوما تاتوي ما يحتى تاتوي ما ميتوما او تاتو شتيتو ما عرفت تاتوما يفتدي اگر شمولا بناش он курит то хозик Куда он, малыш, пошел? Кирача, кадамаш. Я вас Идем за кадамаш канду. Хатери. Его там начнут. این بچه چی من هم میدونی شده زمین خواهی بگم این فوتبال بازی نکنند گوده من باور کنیم نفاری کنیم میگم ولی پیشت شما بگم خیزمت بگیم خیزمت بگیم اما خیزمت گرگی میگم اما خیزمت بگیم زنگیر نموشد فکر بچه ما نباشه بچه های جوان بودی که چیکار میکنیم مرکز کی کسا کدامه جانس بگوش جنگ میکنم انا وای اوندگی وای کامسا دوست مون نفهمی دوستیم این تاتو است میکنه دیگه دیگه سباشو کوکنی سباشو کوکنی Я вас узнал. Вы Мерганака, да? Мерганака туфби? Дадото мешнуса. Зато именно хала вейсен зама. Озе бари ме памекама. Бачи. Перестройка. Давай. Скоро хорошо? Да. Хорошо. Вы узнали меня? Я Сирудин. Сын лучше лицо. Моя мама здесь живет. Ой, бачи. Бачи мою
Машину слушал? Я не смотришь, слушай, брату. Я пошел сразу. Ты инсан, а не инсан. Где твой инсан? Я вас не понимаю. Моя мама где? Ты, вот ты. Это слушай. Ты овка. Ты хайвон. Хорошо, это. Я вас не понимаю. Да, что вы как фамус? А я спрашиваю, боже, а где она фамус? Ты что, по-вашему, убил деревянную выбора? Санитарный. Вы объясните мне. Моя мама где? Мама. Моя мама. Где? Сейчас, который мне кто vai te duce? Сейчас. Сейчас. Это. Вот тут. Вот это. Это сейчас. Здорово. Здорово. Это твой на твой. Это Моя мама. Это моя кашкари. Я чакура. Моя мама. Наступать вот так. И на это символ помогает это кушать. Я вас не понимаю. Вы конкретно мне объясните. Моя мама где? Охотничек. На это свадьба чуть-чуть вот так. И на это вот на это. Это вода. И махала это вот на спальной зоне. Я вас не понимаю. Моя мама где? Ахмад дело. Я капитан, то на что не то? Тебя не жонит. Слушай. Навидище. Это, ты хочешь музыку? Хочешь? Раскрути. На мама. Моя мама? На мама. Это махала. Махала, да? На мама. Вот официально. И на руки. И вода. Людский спад. Вы что? Хотите сказать, что моя мама умерла? Замечательно. Ой, мама, Мать, на вашем ранге чокуни. мама, почему меня не было? Мать, я не заметил. Это бабушка, это детство на Афганистане. Это одна человечка. 18 лет меня не было. Чего да? Мама нам керик хоман тиам шмогу. Как моя мама умерла? Джона Килози керик хоман. Когда она умерла, моя мама? Хорошо. Чего умерла? Они шмог хоман. Моя мама. Как она умерла?
شما دیوان کنید من رو شد Ozi, akosam aji. Твой на брата вода это много, это кушал алкаш. Мой брат. Алкаш. Зайнидин. Спад. Конечно, спад. Где он? Мой брат. Это, слушай, пусть твой сердце плохо не станет, твой, это вот твой наборщик, на это дулам и пачак. Береговая, я вас не понимаю. Да. Где мой брат Зайнидин? Да. А где были мужи? Да, это мурдагидема это. На маме. Береговая, я вас не понимаю. Я мамочка добрый, да? Ты не мамочка не понимаешь. Где мой брат Зайнидин? Мой брат. О, а так кушал. На куче пищи. Дулам и... Да что ж ты должен сказать? Рука, вот нога, вот это. Еще один. Пока слышал. Или что? Дюр. Турмуша. Тудулам. Камаз. Пират. Шамбо. И машина, КамАЗ, и вот это. Здесь апато! И вот на вода. Махалла Кирьянина. Мой брат тоже умер, что ли? Хорошо. Что кого-то не виноват? Бедный король. Мой брат Зайнидин. Ну, еще ваш брат русский, да? Эй, Фами! Ёб, ваш Береговая. Как они умерли? Береговая. Чем вкусно? Шмохан, ака, вам, вода. И махалазы, мана, удали язык. Хорошо. Шансон тикхона. Вечером, Береговая. Забирай, вот точно. Я вас не понимаю. Это жена, это направо. Легкий нога. Где моя мама? Где моя мама похоронена? Моя мама. Моя мама, где похоронена? Сильно прицелно. Что такое? Я сказал, могилу покажите, могилу. Мама сильно прицелно. Моя мама, где похоронена? Карамбу, Моя мама, мой брат. Покажите могилу. Sono come vai? Ma ci come vanno? Fatela per dire, ma cosa dici? Mi parli solo da male tocco con me. Vedono ma? Guarda, non hai mai c'hai. Sono un molto. Guarda come. Vedono ma? Это. Пошел нафиг. Покажем мне дорогу. Пошел нафиг. Пошел нафиг. Пошел нафиг, забора папа. Man, пошел нафиг, ты иди нафиг, не делай. Пошел нафиг. Иди нафиг. Иди нафиг. Постой, братец. Есть кто? Дорогие друзья, брат, прошу вас, не повторяйте моих ошибок. Ведь я, приобретя российское гражданство, большой дом, друзей крутых, имея хорошую денежную работу, заведя семью, детей,
یا باید این بگیم توی کنم خونه برم یا باید سام لیگ باید سریش یا باید своему помню свою маму кошмар. Это был первый день. А потом все реже удавалось поговорить хотя бы по телефону. А вот сейчас, приехав в свой родной Руслан, я понял одно. Потерял ангела своей жизни, то есть мамы, я тотчас потерял все. Прошу вас, братья, не повторяйте моих ошибок. Навесите вас. Ох, мама, не смог хотя бы последний раз умереть. Чего перед первым? Софья? Иди нахуй. این شد که از اون رسیب رفتی پلس بسیار شد آشناها باشد ماشیندار شدی زبان رو دیرکتور شدی همش نشده باشده خونی نافت ریختگی و همه آدمی که دنیا باور از خاطر نبرو گیزنی میاد با خواب خواب بار بکنید دوستان عزیز مداران گرامی قدر ما امیدوار از اون هستیم که فرزندان شما عزیز دوست و البته فرزندان نیستن و در مهاجرت باشن هم در راه دور باشن هم در یک هفته فقط یک مرتبه یا دو مرتبه زنگ زده از حال شما خبر میگیرند. بزرگان گفتند بهشت زیر پای مادران است. روایتی هست روزی جوانی از مادرش میپرسد مادر جان اگر بهشت زیر پای مادران باشد پس چرا بهشت را روی دست نگرفتید و زیر پا گذاشتید؟ مادر در جواب میگوید جگربندم من بهشت را برای آن زیر پا گذاشتم تا تو را با آغوش گرمم گیرم. ایا مادر تو بارانی ایا مادر تو بارانی تو بلکی ریزه بارانی چون قلبم تشنه مهر و محبت می شود راندم تو می باری ایا بارانی وقتی من ایا مادر ایا مادر مادران زنده باشید دایداری یک مزدک برای شما بیکسار مادران عزیزی که باشند بر سر او فرزندان همیشه سایه بود مادران باشند واقعا هم دوستان عزیز زیبی زندگی ما همین خوشرویی و لطافت زندگی ما همین مادران زنها هستند که البته هر روز با ما مهر میدیم و با مهر همینها زندگی باز هم شیرین‌تر است. برای فردوس جان به این سخنها تنها مادر توجیه می‌آورد. بله یک لحظه که فقط برای مادرش توجیه همین بنازگی بخیر این کدامی بود که نمو گویتونی بابا اینی نوروز بود باز کدامی بود ایدی مردها ایدی مردها سولی نام بود سولی نام بود ایدی ساتا بود ایدی هشتمی مرد ایدی زمان بود آفرین بالا کنم فردوس جان اگه بابا گویتون کی با مادرش یا همسرش یا خواهرش چی تحفه کرد کی با مادرش چی تحفه کرد من سهری هشتمی مرد از خواب خستم روز بزرگ قربان برفتم یک تا ترموز خریدم آوردم تا مادرشان ایدتون مبارک باشد چای گرم نوشیده شد فقط اگر میتوش زور رسیدگیش من رحیمشون من همسرم دیدم هیچکی که مردهایت هست که ما توقت نکنیم چی داشت گرستنگی بله من هشتمی مرد سخت خیستم همسرم رو گفتم این خانه اوچت به سیره این توقع چی دم نشد؟ چی نیست نمیدیم اگه خانه ده همسرم نباشد اوچت بزرگ میکنم از این که اگر همسر شما باشن در خانه برای مادر شما اید است اگر زمان خدا نگه دارد ریفا جان خدا داشت توقع کردید مادر جانتان بر من برای
مادرم و زنم و خواهرم یک توفی نیست در جهان کنم. بشنوید من آنها گفتم نیست ساعت تا ساعتی ده خوب کنید. چی هم؟ ساعت بودم ساعت 3 شب هستم. تایی دروازه گرفتم. این تو یادم حوالی خزان گرفتم. یک لحظه گرفتم شمانید جیبانای چند تا خریدم. خمیر کردم. نام کردم. خطیر اولی کردم. خوامت کردم. خویرا که دستور داشته این مادرم رو آماده کردم. گفتم مادر جان ایرکان مبارک این تلفن برای شمایه. حبیب پترون دوباره بهترین رو لیکن این کارهای هر روز میکردگی خودت کو اصلش این کارهای قهرمان جان کو خودی خودت مانی هستی مرد مادر جانتون چطور کرده؟ یعنی نوات آمد من نزدی مادر جانم در رفتم اکنون مادر جانم بویتون نگم که بچه ها من خوشتامان بویتون نگیرم همونم که نگوشتم که بچه ها خانمون خونه داماد کن شما کش نگوده نمیدی بویتون گفتم بایم نتای سر جانم کرد من روز ایدتان چی دار بکنم بایم اصلاکم خندواتم نواتکم نخودکم برای من همین بودگی شما برای من یک توفه هستم قهرمان کن بوی جانتون هم میدونمی شما یک پولتان نبودگی شد اکنون یک بار پرچه شدی اکنون دهان باز نکنم بهترین توفه برای زن مادری توجیه این یک دسته گل میبوشد سلام علیکم من خودی حاضر میدونستگی برید انا همین اکامم گل کتی رفتاسه آزی ما میپرسه که اکای من این گل رو برای همسر یا برای مادرشون برده استفاده برای کی این رو برده استفاده نگو؟ این برای همکارم کسومرو اینو مرد کنی برکه لبا فکرم اصمارانی چه؟ خدا نگاه دارده؟ مادر گل اوکی اکو چیه مرد با کسومرو با گل برده استفاده چه میشه تو که؟ راستی گرد با همه کسومرو داد همه خیلی تو لطفت مانده کسومرو خوشدوغانش دیداری میرد اما خوراک نگیسته سو اصلا اگر رو دیگه باعثی تاکید خونی گرفته است می‌دارد که سردختوری همیشه زودی زشت است سردختور فکر کرده است که من کمی خبری باید بودیم در قبول کرده بوله گرفته سری دستگاه مشروط است کسومرو دستگاه اگر عکسی باید نباشد همیشه می‌خورد کم در مشروط استفاده زیاد شده است بوله دستگاه با بلوفه من رقص چی بود؟ چی؟ یه توربا با استریپتیز همین سر میکنم گفته گیده دکتر آمده سر دکتر گفته است که این کسی یکم پلات بده رو برای خواب بودن همچنین شب کنم قسکرگی باید همون پلات پشتوانش باریم بست بلندش همون استریپتیز چیه؟ بوده دارد پشتوانش به خواب بونده است پشتوان بعدی کم بیلیتسه آمده همین نگاه که چشم کشون کی داماد آقاشش در همون شلنگچوی گرفته پخته اصیه ماشین رو خوشونه امروز بازی چه؟ اکا جان مو فهمیدیم لیکن همین برنسی که هشتمی مرد بود همین هشتمی مرد با همسرتو به چطور کرده دیگه؟ یعنی من همسرم میگم چطور میکنم تو شرط کردی 23 فوریه با وای من چی نمیکنم تشکیل این شرط چیکار کرده کو؟ این قرار بد دارم چگونه من سرم اومده رسیدیم شما بدید اینها تماشا کنید تماشا کنید همین دوشنبه سیدی همین زرخاش رو من خواهیدی همین هم باشم همه خستم مقبولی همین روز گویدان ایدی مردهای بوتون بوده سن بسیاری ایره من برای شوهر جانتن دسترخوان تیار کردن ایدانه یا خورسم شما ما مردکم گویدان زندگی بر من کمکردگی خاله جان نه چپه نه راست بر
رحمت مالش رحمت مالش من شیر هم تیار کردم امروز پرازنیک سلیمان خوب شد است مالش خوب مالش خیر نه چی نکنه دست میگشتم مالش من خونم با اومدم السلام علیکم خوجین درم ببخشید خواهرم من دیگه خونه دارم خانه خدا آمده است خوش آمدن یه خوش آمدن صاحبی تمام من اون ساعت گفتم که نزدیک گاه بدارم بزنم خوش آمدید آن نفری که به اشتراک این کس فرزند پایمان به دنیا نمی آمد علی جان غنی جان خوشتون اگه آفاسم خوش یه تکسی آفتی خوش آمدم مردک جان خودم این چی؟ بسالی باستم نشان اینجا برای شما داداش این سیسی ساموز اگه مردک جانکی من تاقی هاش بگردم مردک من داداش اجازه فرمایید من شخصا از نام خودم از نام بوام ددام تقام امتم اما بچکنم اما ها همسایه ها و غیره شما را با این مردهای بطون از صمیم قلب تبریک و مبارکباد گفتن برای شما شعر مردک جانی محترم عزیز و جان و دلم صاحبی سر و درم دردکتان بر سرم روزکی مردکانده توفه بهرتان خرم عشق و محبتی ما همیشه پاینده باد مردکی من یگانه زنده باد و زنده باد خدا رحمتی بابام میگه که آمدش مزاش داده جوانه من باز برای شما توفه هم تیار کردی توفه رقمی یک دیوه چند تکی این اولادکی بیمزاش هسته این باقی مونده حیاتی من چی میشدی در لبی آبه شبی مختابه نازنی یاره شبی خوابه این برای شما گل برقت توفه رقمی دو علیم خیالتم سود خوردم نشد وای چی به سیسته ساموزه کنی این اصلا برای توفلی نه یا کلش نه شده میدید درش ببینید این کرته برای شما برای شما خریدم داده جمعش آسر من پشته میبرم فرزنده با نمیزارم شما زنکان چی نایفه شما ایدی منو چی خودش ببرید نامی منو خوبی باید اصلاش بگیریم من اینا نقض بگیم نیم اینا هنی مادری من نشود که بشینم هنی جا داده است هنی عجیب نه مادر گفتم که دو خریدی نیمه گرفتم بود لیکن بابام خدا رحمتی گفتم که اینا همه کشه سرم جمعه یکزاشت است که حیات کدو کدو من قامت حالا کدو قامت خوشبوی من نگاهی نمیخورم چه داشت؟ من دن میگیرم من خانه درون و درام تو ایوانم بخورم داداشی برو ایتگو؟
خودم اید کو من برای شما همه تو تشویش کشیدم جانم شما همه کن این طرف خودم بفتن نکنگیر این خانه رو نبی آمد ده میگم منش داداش بیا داداش شما خیلی نکنه التماس این باید اید کو چقدر دستم کنده رسایی بیا رسایی بگیم دون تا 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 اتفاقا همه قطعی رو دیدم مردم نشدم من برای همین مردم رو محکم کرده بیدید تا من قدر نیده کم بده نرسدم هر دفعه و تکبر میچه برده میشم باید 13 روز گذشت علیفترش 8 ماه اومد همسایه با خدا زنی من نکن همون روز خوری کرده دیگه من این دسترخوان من همیشه من رو همیشه تحرار کردم فکر کنم پیشتر بگیریم این دسترخوان همین روز بیادگه یک سورپریز شود من بودم تا کرد شو رحمت همسایه رحمت میشنم یه چی؟ میخوام من بودم شیرانگر رفیقم سلیتا نامی من من این چیزای تایید دارم یک با یک شنم باید کشیده باشیم همش تایید فروغ هم تایید شده شعرم از کنم شعرم از کنم نه 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 حاضر اگر خانی مدرم رو میروم خیلی خیلی بیایید اگر خدا اگر باید یک با یک میکنیم تو فهمم تایید کردم خدا اگر خواهد تیری خداش زدگی قطعی باید بسرم هم تو خواهد بسرم مایلش همسایه جان آمد نمی بخوام بکنی موقع آمد جانی من آمد همه روز همه افتاب بودیم در روز دلکنی هجده را همه مردم بسیار شد بیا کبوتر بارو پرسر من بابا شنیدی؟ من بعد همون جنگ آقام گزده میخورم بیا سنجابکی سنجابک شما یه ماشین زده من دافته نه صدق من اجازت ده از نام خدا و از نام کل فرزندانم شما را شریک و آشنای حیاتی من را با ایدی زنده ها شین تبریک و مبارکباد نموده برای شما از دهان شاعر گفتنیم سرت سبز و باز بطن آمودم میان باز بطن اخشن آمده چیه و نشتر یاری من صندوق من چیز کرده همه مکرم و بابا من دختراش بگیزم پرستنده پریشان شد مادری من گفتن که من اگر جانم سپرم جنبار بیاد و زنب در بیاد چی؟ زنک جان شعر بری چهره زنی زیبا یکی من عجایب زنی دانا یکی من با خود و خصلتی دیری ندارد دلی پر مهر و هم بیکی ندارد عجایب عادتی دارد زنی من یه معاشم را حساب دارد زنی من آستینش تا با آرینج برزده این خیش و اولادی مرا و سر زده دل و آشنای جدایی آرزو کرد زندگی رنگی سنری برزو کرد این روز دیدی زنکا ترفه از ما مردکا حاضر ترفه میدیرم شما بحضور هستم شما نمیشیدن بحضور شید این روزی شما برای من می برای شما مرده که ما بگاه نیست حاضر من ترفه ها رو میبرم چی تو میتونم چشمانی مستی جادویند دیوانه کرده سرا از بازار گل اینا گل آوردن بر شما 400 سامون میشتم باید داشت این گلی کاکتوس همه 32 سال همه زندگانی پرده آموزادیم همه
یک دست نظام قوی بشنده کاکتوس با کاکتوس بگیرم شکل کنم چند بود گفته دیدن؟ 400 کمیسیون من ترفه دویوم رو میارم ترفه دویوم تیار رو فیردا زدو؟ فیردا اینا من چکار بکنم؟ اینا تو بری اینا تو بری الکترش ماشین من چسبونیم ماشین ما کار نکنم میدادم حالیه چسبونیم شمال بریم میروند وقت در پهلوی من نشینیم تیز هنگیره سیکی هنگیره گری این چند بود؟ اینا خب بسیار من بسیار کسرم 2000 من چند بود؟ 2000 میگه کاکتوس کنه 400 تومان ایناش 2000 اصلا چند برای ایدی تو من برای ایدی تو یکم سه من چی نکنم اگه جمع کنیم هم دوشه 2000 جمع 400 2400 یه مردم نشون مردگی نسلی هم یه مردم نشون مردگی نسلی هم همه کپون بر هم بیرینج بیاد تو شما زمان ها گرمه کنده همه مردگی بس کن دکتری خبر میدید که زمان سود شوارش کشمیری ما دید حتی جانم هم گفتنی بودم دخترم اینا اولادش پرسیم و نرسیم اولاد ندارست من باید خودم بشکسیم اینجوری یه بار خودت دار یه خودم نشون آدم همه کپون سخته بودم وای بیتاش شدی ها نشون سیم فیانا رو خواهش کنی گل پدر بکنم گل دارم داری دوی ماشی رو کی باشی اگه شما اینا من بشه قبول کن آره تصاص گیرد می الان میشه در جانکش فراموش نکنید که من زن شما مرد اکو یادتان رو آمد کنید کچه های نشان بیندن ماشینه های قیمت خارجی هست سوار شده ابروان سلام کرستی برفته حتی کروم گیرونده این طرف رو بیاری دور سری چنبرک رو نشید با مردک ها برسید که نمیزنی شما زنک نید کارخانه های کلام و کرسی گرهت داره پولکاری نشید شما زنک نید اما قسمای حربی و 98 سالدن یک خیل پا میزند فرمان شما بتید شما زنک نید یولی الکسیویچ گگاری روحش شاب کن جوی بیزنک بیوان گفته پریده بروما جو ما مردمه بیایتون بود اکنون می پریده میبینیم که ولنتین اکریست شما این خیلی شرط به جمعه یا یک شرط بکنید شرط از همین از اعتبارم بیسی دیگه بیارم و من شما رو تشبیش نمیدیم هشتو بیمار به شما رو تشبیش نمیدیم نورم اواهون تابیتین من تابیتین من این خیلی باشد از همین شرط اعتبارم جالبتر تو بحثی نگی زنک جون بشکن من شروعی کرم نفهمه زنک جون آخه یه بار بشکن برای یه بار بیر یه بار من بشکن اصلی زنها خود رو نگاه دارن یک طریق زنگیری همیه زندگی تمام بچه اگر من زن گیرم خانه و کلپی مردک یک در همین نگه همین چی بی من کنم من کفم زنم رو نگذارم من ایخه راه میدونی که زن کمون نمیشون خیلی شما نمیدونم شما نمیدونم شما زن دارم نمیدونم لیکن من ایخه زندگی سخت هستم همین کلپی مردک قهرمان جان منم همیشه میگفتم تو بری این که همه مرده کردیه که پیش از زن گرفتن زن گرفت سونی میفهمی خیلی اوکی مردک که زن گیری او کپسی دونش نکن این من تو من برونم گفتم اصلا این کار کردن کفتون درست ستورنگی تو تیجی او مسئله من قهرمان جان زنگیر شده زن بگیرم تو زندگی به سخت نمیام من گفتم مال من میشه میگفته یک حیوان فهمونه نکن زندگی گفتم کف مردک کفتم این خیلی مردم خیلی برادر جون همین با مرد کارم خیلی میدونی سال زندگی با قانونه خودشه
من بگاهی میرم اگر بنا کن بشیده بودم جورو چپه میشم من تایی همون میز رو میدارم سنی همسایی زن اگر بنا کن چی باید کلچون نزم اونجا داخلی تایی میز رو دارم اینا خواهی خواهر میگه کجا خواهم خواب نرا میگه هر دو محمد توی هم سرد دیوش جوان قهرمان یک مهین باید راه نگید تو محمد آنامی فرازی بود لیکن من برای تو یک عرصی بهترین روز انا حلیمت در شاهدی دوشنبه ها توی زن میدیم یا زن تو ببینید اگه بگم که کدامت رو میدیم نمید حالا سینه شما شوخی ندارید نیا حقانه بده ما تو باید چیزه مسخره باز بودی شوخی میدیم من تو حج نگاه بودی شوخی میدیم این رو پیش جدی دم رسول است این مردم جدی مردم جمع شده اینجا این با اکو بسودی دوری داریم ما حیان شده ما اینجا هیچ دولت بیاد تنها نمیگه بچه ها قبل از تو پسی پرده بیتون آمادگی بیتون آمادگی است قهرمان جان دیگه من باور نمیکنم تو حقو مرد شد چون نگفتی دوست من مرد شد بسیار گردازم مرد شد مرد حقانه این دوستان ارجمند در شاهدی شمایان عزیز ابراز روی صحنه فیلارمونی دولتی قهرمان جان یاروف عقد نکاح میگذارد امروز عروس را بیاره با سردی یاریار هی مبارک شود جفتی مناسبت مبارک باشد خطی مناسبت مبارک باشد محمود شما دل شما نزدیک مبارک باشد تشکر اینه بینید این گله بینید دو گل اگر یک جا شود رسم زور میشه خیلی پابلوش میسته یکی تو گفتی که من مرد گفتی اکو گبزن دلش یاد خور تمام تیار کن بچه اصلی هر کنید یک چیزه نترس مرد شد وای تازانت تومازانت خوابی و بدونه بدون جا این جوری من آبیجور اومده آبیجور پایدر شده وای السلام وعلیکم السلام جوری چه سالی تو کلیچه خودی خدا نامی من قهرمان جان یارو پنی نام شما چی؟ نامی من بخشی تو اینجا پاسپورت نیست تو دیدش اگه اقصادی هم من دیدش؟ یه؟ بکر قهرمان لبای عزیزم شما در تیاتروسو در هندیکمون همچون هنرمند سر بکنیدن؟ این همه گپی نمیشه دیگه شما با کی رسوندن؟ من تیاتروسوی هندیکمون برم گنرال دیرکتور پرودیوسر همه گاو صحنه که شما تماشا بکنید میتونم همه جا تو دستای خودم نمیشتگیم اولای تیاتروسو در هندیکمون اکوی بکر جان کو؟ ممکن جان افته دوام پر برمی ممکن جان ممکن جان یکتا کلیلی آنجی بوده نمیدونه تو ما چه یک تا کار بکنیم نباشن حاضر عرص و دامون تهران شما حاضر باید پسی پرده باید سیناری توی خامونا بیا بستریم اگر همچه سیکن تو چکر میشن عرص یک بار چه بیده بیا باشید نه نشد بیا باشید خانه اینجا اسکیم بکنم بزرگ خب تایمان این عروس است من اکنون فهمیدم که باید کبته عروسی هیچ وقت خط نمیرد جمع شده شده خب آرامو مرد شد دلش یاد بازی میشه
منیجر جان شما ذکر شریکی یکو نقش آفیس توسیدی باید برای این طرف پیدا کنم این طرف بیارم نگه دیگه الان ما دیگرس از خوش یک سوال شنیدم من کمیته تنظیم باز گفتم که 100 نفرش باید توی 100 نفره؟ الان این توی شما میتونم دو شب کنسه که ما سخت کس دارم میشه تو حافظ تو برانده تو پدری دوم پدری اول شب شما مادری اول شبید شما پدری دوم یا مادر میشید پدر شبید خب الان یک بار خوش رسیدم چه کنیم من ببینم چه سیناری توی ما فهمم شد خب الان میگم قهرمانی توی کمتر جدایی ستم شما مادری اول چه خیسیده کمتر دولت ما برای مردم شده یکی درون دیگه که کمتر خوشحال شما یک تا نامپور کنش سوخته تمام شما هم کمتر سید لیکن کمتر خوشحال بدم چه؟ صرف کنو سید لیکن صرف کنو اوناساس می چکر در برانده توی محمد اوناگی میگونیم یا اون کسب گرنالیتی توی از اون خودت آخری دولت بودی ایسابه میگونیم تمام توی سر شد دوستان عزیز مهمانی گرامی قبل هر یکی شما رو خوش آمدید میگیم و بزم خانه‌داشتنی شهر اومدی میشود داماد اینکه وقتی ما قهرمان جان از ولایت سوخت و عروسی نازنین منیژه خان از خود ناحیه‌ای دغره عزیزان ما به این دو جفتی موافق دوستانی هستیم دوستی اگر یک جا شود توی تماشا شود دو مایده اگر یک جا شود یک تکرام برپا شود همین شعر گفتگی شاید توی قفت میدونه چکنه تو قفت میره شعر حیات کنه چقدر تو مردی اگر شما چکه میشد؟ الهام آمد بسا الهام آمد اگر وقتی توی بر دوام دوستان عزیز این اگه باید خودری هر یکی شما باز هم زیبا گذشتنی باز می جمشید گذر سب خانده کنتا نمکس ممکنی؟ دروی نمکس میریسی تو؟ دوام کنیم من؟ عروسک چه هفت مختم کنی؟ مادر سفیدان نیکو شما سب خانده کریسی تو؟ حافظه بید شکانسی کجا برمان خوراکش های برای خوراک خوردگیش با پول میدن دوی خانده من دوام کنیم نمیتونه نامبده شریف دیتک کنید دوستان عزیز این اگه شما حافظی خوش آواز گفتم ممکن است که یکی از ترانه‌های بهترین در یک هفته 7 روز باشد این نفر 8 روز توی دورانی اپاراتوی دینرکار شریف دلتک می‌زند مرحبا واتساپ در نام دیگی stop همین توی دیگی که سر شد چطور هم مادر برحمت پدر برحمت مادر میتونی ساخته دیجه دیگی تو اصلی سیناریه هیچی نکامیه دیگه مادر پدر بزرگان مادرم جان و دلم شدم دیگه نبودست سردرم دیگه تیک تاک دارم دیگه ای دختر کجایی چی با این خبر داری رنگی گیرایی ای دیگه من نمیابی دیگه همین گفت بزرگی تو خودم خمسه میکنم من چیز بود یکی نامش خونه میستو پیشتر مثلا صورت بود نصف شب از کوچه ما یاری من تنها میفهمیدی آدم که نصف شب عربای دخترک کعلا گذاشته است دیگه جوش کنم همه بوزی چی میگه؟ بوزی چی کسی نمون کنم یکی نامش میخونم زنی stop سامری بازا چه؟ شکرم تمام برنده دوستان عزیز این اگه شما شدید که تک سرای دامو بوستن باز می جمشید این روزه رو ایدامو میدید شما کامتر افرادتر استیر نسوسی نیت نشک داریم خیلی دوستان عزیز شاعر گفته است پدر ای پدر ای پدر بیگاه پدرم زینه باشد و این شاعر سیه با پدر سیه تمام می
چقدر شاید باید از یکی حافظای شاید باید دوستان شما پخشاره چیز دست پدر داداش نماست بید سه تا دست پدرم چکستون خانه من در دروازه کاشانه من دمونده پدرم شاستونی خانه اینا دوستان عزیز پدری عروسی نازنین رو از خود دعوت کنیم و از این نفر و از پدری دامادی نگو بپرسیم که در این روزی خورسنده چه گفتنی هایی دارن پدری دامادی نگو چی میگه البته این نفر رو میخواهد که در خاندانشان خورسندی باشن فرزندانشان خوشبخت باشن تشکر ایزاد و دوستان عزیز در اینجا پدری عروسی نازنین نشستن از خود دیدن غربا میدونید که صبح دختری خود رو گسیل کرده ایستادن شما چی میگوید؟ واقعا هم آقای محمد بابا هیچ کفا کم نگه آقای کم نگه فاهمی داره نمی ها پول ساخت دارگی یا پول ساخت دارگی برداشته ما یا گل زنم چرا برامده تو اینجا برامده داری اون رنگی بچه های شیشهی تلویزی وقتی نشنستگی بریم دوام دیامه؟ نه که دوام یه ها دوام کرد گل زن ما همین خوزن چون کم نزنیه چون این بده پدری دامادی عروسی نازنین چی میگوید؟ من میخواهم که فرزندم خانواده گوش کنم مردگیش نیکو فرزند در رقص نیکو با رقص شریف پدری داماد این طرف پدری عروس این طرف چرا پدری باید این طرف بگوزم باید اینجا چیکار دخترم ها گفتم زنم هم میگیرم میگیر تو چیکار رفته اونجا نیست اینجا بگیر شما نگاه کنید دو شاهر شما چه تویی اما دوزی خودشون دختر گرازه بشه شریف سب بیاید دامه یارم بیادو لبهارم بیاس سیب و انارم بیا چار دیگر چار ندارم ای گل سمسمه لبا پرونسمه استاپ چی بود؟ آقای عکسته بینید خیلی زنتون ها خمسا شما نگاه بینید شما میگه بودم نامی موضوع پس بینید اینجا زنید خودت زنید فته یادم بود زنم دستم زنید بود رفته که بزنم گم همین شروع توی سرش گذاشت توی گذاشت مادر رو میباریم رقص آخری مادر رو رقص بودی سکی سود میرود مادر رو دارم فرحالتون میباریتون عروس و داماد کنی رقص میکنیم رقص آقای رپرتوری این حافظ یکتر نیهای سرودی سوز بیا نیترش تو زنی لا خانمه لا دیارم ندم بیان میرم لالا از سخار آمدم پولا میرم لالا دیارم ندم بیان میرم لالا داماد کنی لالا داماد نه این نه کم داماد کنی داماد کنی وای باشم داماد کنی داماد دوزیدم روش نگیش میگه وای کنی بیشی تونه یاریم خونتون خونی بخبه رفته من دیدم خونی بخنی دقه خونی بخ آره تایار نه یادی خونی تایار خونی بخ سرسون چیزی خونی بخ میشود لیکن خونی بخ و خونه که زندگی سر میشود انما احساس است همین که این چکو عروسی کنید نمی که بازی در خانه بخت میرم از خانه بخت شد این رو بابا جان داده جان آنچه جان بیه جان قبل نزنه جان حتی سگش هم شهری جان خوش دوباره میگره بازی من بسیاری هستم که بیزارم عروسی که خانه درود در رو انا بعد توی سانی زندگی سر میشود انا باید زندگی رو در صحنه نوبتی نمایش میده چی میده که یا برابر گلکم جان گلکم یا رفتم راهی دوره آمدم یه حالی دوره جانان شما یا
روزی غم و شادی بخورم. از این جواب ها میدادم حافظا لیکن یک حافظ است که جانش نمیبرد. این حافظ مهمانی بزم رزید بود، یک نفری که از شهر خوجند آمده. روستای نزدیک من در شهر خوجند یک تلویزیون تماشا میکردم که همین جوانان به چشمم فرو آمد. آوازش رو گوش کردم. در آینده یکی از حافظای نامی دیگر و خودم باور کنید گپای من بهادری الهامی یک فرزند است. مرحبا بهادر جان، روی صحنه دعوت میکنید اسمم برید. استاد اپارات شاعری حافظای تو بخیر شما کی خواهد این خیلی بود. مرحبا چیز میشود مرحبا. باید ترانه از محبت عاشقانه و عاشقانه که میماند زیشت پاکم از جوانی همچون نشانه نفس باید ترانه از محبت عاشقانه و عاشقانه که میماند زیشت پاکم از جوانی همچون نشانه اون روزها می‌خندیم لحظه های تلخشیریم نرهد از سر نفیسیم سری تنها بشیم یادی اون روزها می‌خندیم لحظه های تلخشیریم نرهد از سر نفیسیم سری تنها بشیم
قصه تایور تو استودیو نور بردار همه تایور می همه تایورن خب اشتراک چه کنی اشتراک چه از برنامه سر شده نشده کن اوکی رژیسور چه نگاه کردی شده است اشتراک چه آها من قصه باشه خب زودتر باشه آها خود بعد از 5 دقیقه برنامه رو سر میشم ولی هیچ تایور نی اشتراک چه من گذره آها گذره خب اشتراک چه رفته ببین اشتراک چه من تایور نشدم این تو خوشتابه رو حضور کنی رژیسور اشتراکچی ها کنی اشتراکچی ها آزیر برنامه سر میشن آزیر السلام علیکم چیه واسه شما اول اما بیر چیه بیام توی ها گذارید چیه اما بعد دارم اینجا بله من اینجا توی نشست هست کن اینجا نشنه خدا جون بزنه من حاضر اول ناشیم بیا بینی واسه نقش دیدی؟ نه من ناشیم خدا جون شیره تو مو برنامه سر کنیم خوب اشتراک شما همه آماده؟ خدا جون همه آماده شده برنامه ترافیک رو ببینید در همونجا کامیره هست همه شما رو مستقیما تماشا میکنید واسه چی نیست اینا پر میگم که تماشا نکنه همه رو متعب نگاه میکنید همه مهم نیست نیست بچه از هماندن ساختمون انا آخر عاقبت گفتم میره موری شما سمندر در جوانی بود آقا جان در جوانی مورد از اون برنامه سر میکنیم مایلش نیست همه تایار شما اومده شد تایار میکنیم خب ماری پشکینم آمده است آقا جان خاموش ریشتار تایاره آقاز نکنیم کجا بود؟ دوستان عزیز هر یکی شما رو بعد به برنامه خود خوش آمده بگیم و به همه شما سلام علیکم گفتم بازم شما برنامه چله چاپک رو آغاز میکنیم دوستان عزیز دیوانه میشه که اون طرف نگاه کردم تو آغاز کردم زدم خدا جان ممکن است من گفت زنم دوستان عزیز همچنین که خبر دارید ما در هر برنامه موضوعهای مبرمی روز رو انتخاب میکنیم و دائما همون موضوعها خلاصه براری میکنیم موضوعی بیشتری ما این موضوعی مبرم موضوعی بینهایت جدی این موضوعی آب از کجا میآید بود و ما فهمیدیم که آب از کجا میآید اکنون موضوعی روز آب خانه رو صابرجانی کم از خدا جان مانه من گفت زنم دوستان عزیز باز همین دوام میدهیم موضوعی امروز انتخاب کردیم و این سبب‌های ویران شدی آینه‌های جوان میباشند یه خودش زیر کنندگان همین نمیشد ویران خدا جان حالی مشکل نبود میدیم آده تو اقلی بشنده رو من باید پشتی نگر رو جنگ بکن خدا جان و تماشا بینان عزیز باز بچه من حیات چه سوه خدا مایلش می من گفت زنم ما شما پسر میکنم بگم دوستان عزیز و باز هم برنامه خود رو ادامه داده یه من بیاید تو کی دیدی نامسه دادن خب بچه میزا زایر خواه باید جانی آجه توی تقدیر در اون ما سوخت خدا جان خاموش میکرفون شما کشتمونی تو رو میناید کجا ما کشتمونه؟ یک کنه اینا حق نشونه کشتمونه همه جای نباید خدا جان شما احترامانه خاموش جیم نشیدید مایلش نه من جیم نشیدم من و دوستان عزیز همکن از همین دو نفر پرسان میشیم که آیا در حقیقت آینه همین نفرات ویران شده شده است و در دربی دستی چپی من همین جوانی که سرطان یک آینه جوان است خیز بچه جان خیز عجبی اکساده عجبی تو خیزه آینهش ویران شده شده است و محترمانه که نومین آینهش ویران شده شده است میرزا زایر خان یک مردم بچه بزن کن جان شهر کنید کجا میرزا زایر خان جو وقت تو که در حقیقت آینه شما ویران شده شده است چجا نمیدانم همش معمول بچه کنیشید و دوستان عزیزی نکن روی میونیم و ماری پشمی عروسی نازنین گلین این خاندان همون جوان دختری که با امید به این خاندان آمده بود و امروز ناامید شده ایستاده است خدا جان من گفت سرم مایلش بی
ممنون خب گوید که در حقیقت اولی شما ویران شده ای صورت ویران شده ای صورت و اکنون میگوید که سبب های اساسی ویران شده اولی شما چیست؟ گوید سببی اولی من ویران شدگیش من به پنپیری بیدندم یه بره این چیزی من سیه پنپیری توستگی من خواهدونی بگم این خواهد اصلا نمده او بامزنی بچی منم تو همین تو آمدی همین درم شد من زیاد خورانده تو گوه شبی نوی مکن تماشا بینونی عزیز گوه شب در برنامه ما برای جنگ خوش تو سالی من رو درفته حتی بچه کنشن مکمون خوب و اکنون دوستان عزیز رو میوریم با خوشتومنی مکمون خوب اکنون من یک گرماز من مدتی من از شهر خونه پنپیر کنم اینه آدمی نست و من گیری شدیم من در دام هشته مچلم یه چنه های مچلم اخلاق آمدی تو دختر جانم فقط من سکر زندگانی کنستگی اینه بیرده منیکیور سویده من اگه منیکیور کردی جاروش میرم بودم من نام چشمم بودم تایی درم رو بودم این من که خدمتگار میمم شده مکمون خوب بچه کنشنه و نوی سالی من بدارم دوستان عزیز آده اینجا بروی نکته مابید نکتی خواهد مهم نمی‌کنم دوستان عزیز اکنون من مهمونانی که در طرف دستی راستی من نشستن همراه شما شناس میکنم سرداری خاندان امکی تیشه و نه بچه خود نشینید آنو کنید تیشه و در اینجا دوستان آن خوشتامنگی صاحبی دو پسر از صاحبی نورکیلی حالا این طریقت با بهتر آرده نام این حقی در دارزان خواهد جان آرده نمانید این نفر که این شما گفته صدا که سببگوری اساسی و روشنی این اویده شما هستید این از شهر من گرفته آمدم خب من تک دروازه رو بردی تیرین یک کبرز گفتم انا باید چیزی رو شهری با کریستوس چند کشم هوای دیدی برو من یکم سنگ نماد بشنه من گفتم این گاه بر نگاه کن تیرین گاه بر نگاه کن خب رفتم میبینم گاه انا همون باندی پایه کدی من گوشنه نمیست از خودم باندی پایه کدی؟ برای چیه؟ برای چیه؟ من نگاه کن گفت رفت سطور داده هر نگاه کنیش دست بابا این چه داری؟ من تنور به نام پفتم خب رفتم میبینم نام من نیم نام من نگاه کنم همسون سیاه باید بید باید خب تشکر زود خود خوراک نپسن خوراک من میگم همین نمکوبت بکنم که خوراک تکی کن میگم آدم نشدم مر خودت مر یک روز انا مکرون پخته است مکرون دید کدی چونان اختی نکن بستگی کنی ولی موسیقیت بیچاره آهن دیده مکرون کردم یعنی کیری کردی خب تشکر زود و اکنون دوستان باز مورو میوریم با مکرون باز می برزن میگی شیب میپاشد شیب کجا اسکایا امروزکایا خواهد جان برنامه ما رو مستقیما میلیون‌ها نفر تماشا دارن. آقا بشه بیر بچم. گپی بعد از این خواهد جان. و مردم خود در اینجا خوشتمانی شما یک چند عیب‌های شما رو گفته گذاشتن. و این سخن‌ها شما چه پاسخ دارد؟ این پنپیر کوره چیزه میکنه من مردم پرامم بابا این یک دختر بیمزه بشه دوست؟ آیا دختری آمد تو شما در روی انگشتری بریلیانتری باید داده جانه کنم به طوری یانده پتاقی کشید دختر دوستید و شما در روی کی کاشی شده؟ در روی قیسی گلن دوستانی عزیز ایمان بسوی شما برنامه این شرح شما قیسی گلی مقنون خون سفیه رو دوام بکنید سفیه خوش آمده باید جانه جگر کنده خونه جا کرد این بار همین دستم نموز بینوید آفتا خیلی شما
توی دوزگو دوزگو بچه خوب بشید و صفیه خون این نفر کلینی خاندان شما مخدوم خون گفته سالن که دنیا که شما انگشترین بریلیانتوری مخدوم خون رو دوست دارید و دو فروخته اید خستگی خوابه راست صحبت نکن چیه؟ گوشت او کاشم آخی آدم کلیک آخی یک دو کلیک خدمت پدر بودن همه چه کردش نکنجا اونی یافتن من دردسته من جهر شش سال میشه خواهی مانده بیمزن این بیمزن یه دولت من رسی یخشم بچه زنگی جاده باشه دامده تا 6 سال پس آمده میشه 6 سال خب آرام بشیم و انکون شما این کنید که انگشترین این نفر رو دزدیده اید تشکر این دستش یکم برکاب میده تشکر زیاد و انکون مکنون خون شما یکم اثبات دارید که همین نفر در حقیقت انگشترین شما رو دزدیده دارم من به این برنامه شاهدم که این شاهد که میگه شاهد که میگه شاهد آدم نه شاهد یعنی که گواهی دیگه بچه میگه یعنی دلیل دارم سیو به شما دلیل دارم این حدک باز تماشا بینونی جان که اوبال کرد تماشا بینونی عزیز خود در اجبو برنامه رو میدیم و با سوی ایشون برنامه شبک شاهد رو دعوت میکنیم محمد خوب خوش آمدید با برنامه ما و اکنون این دیگر زنکی نمیشناسید خارج آمانید رو گفت زدیم و مرحمت خود رو شنوز کنید که و چیکار هستید نام من مرحبا من فرشندی تیلا فروش تیلا فروش و خارج خاموش مرحبا خوب نگاه کنید از همین نفرانی که در سوره ما نشستند یکم نفر رو شما میشناسید وزنه در بعدی دختری جوان بگیرید در بگیرید تقدیم کنید کی رو شناخته پیش کامپیوتر اسمشان کامپیوتر یکار ولی اصلا کلاب یک کلاب مفته کنید کی رو شناخته در خورا رو شناخته صفیه خون یک قدم پیش روید میبخشید این نفر رو شما مرحبا از کجا میشناسید این دست از موترش و نزدیما آمدن انگشترین آوردن انگشترین تیلا بریلیانت بود نرخش $2000 میستاد $2000 میستاد من به امروز خدا $500 داشتم پولم کم بود این کس گفتن که هیچ چیزی گفتم من میبینشم $500 گفتم من خریدم همه انگشترین رو خریده بله و شما صفیه و این گفته بود چی میگوید کجا؟ بابا من دوباره شده مسئله بده بابا توبات نمیسیه من چند رو دادی ناخونه تا خوش نگیر خوب زبیت هست در اینجا صفیه خود در اینجا معلوم است که شما من خود بی خودتون آورده تیلو رو فرخته اون انگشتری فرخته سوده آدم نورمال میشه اوکی این خطو باز کردی خود این نفر فراموش کنند و چی میگوید شما و دوستان عزیز چه دیگه دیسوده در برنامه ما جنایت های نامبرا نیست این جنایت قهرمانی بچه خوب مرحبا خون الان انگشتری های میهول در کجاست؟ بخودتون و دوستان عزیز مرحبا خودتون ببینید در همون انگشتری بریلیانت داره که تعریفش رو مکنون خون گفته بودن زمان کلام یک تکرار بسید این انگشتری شما؟
Salomon باشید و دوستان و دوستان برنامه خود رو ادامه میدیم. خوش آمدید در خبر. دیگه خواب است با پاپس نشکره شما از سودی برای تروخی برنامه هم پونزده دقیقه انتظار شدیم سود روید بازی نباشد چند شد نشد در برنامه ما و دوستان عزیز بازم شما برنامه شب چلپر ادامه دارد. اکنون ما برمیگردیم سری مقصدی اساسی و خوب از این نوخونداران میپرسیم که در حقیقت این نفر و عائله خود را و خاموش خاموش و اکنون پرسا بشید که عائله این نفران در حقیقت ویران شود یا بروز در دنیا بدبخت‌ترین چونین خوشنامت است. همدردی ما را خوشبخت‌ترین اما این کلید درستن حیف شما نیست. این دختری من اخرم موفیز دوره این نفر داره. خب از دوستانی رو صحبت می‌کردیم و می‌گذاریم خود شما بگید که با این نفر مقنون خود همسری خود زندگی خود رو ادامه داده می‌کنید. جدا شد پیشی محله مونه که خودش رو گفتن خواهد رو ببخشید خودش کم گفتن چچانم چیزی کن باید نفر همش مردم و مقنون خود شما می‌کنید که با همین نفر احساس خود شوهر رو زندگی خود رو ادامه دهید. می‌خواهم لیکن سه تا شرط شرط بسر مامان خود مامان یک شرطم اما حقیمون بود خلط مامان اما ولی نفرش خشتی پختگی کدی دیگه من نه خواهد جمعانی دارم دویم شرطم همین که دیر و تباه جدا چی خواهم خودم بخورم خواهم ششلی خواهم خواهم سریام شرطم یختم این گرمانسکی دارم الان این طرفی دیوان به خیسی یعنی که طرفی شما بگذارم خب و این شرط ها شما راضی هستید؟ یک کم زنم گفزن چی خواهی من نورده حق برسلسی اوکی این نفر عروسی قومی شما خیزت نکرده در چیزی چهارم صاحب نیستم ندیدم یک چی گفته گفت نخواهد جان راضی هستید یا بینه؟ من راضی چه؟ منم تو زندگانی بکنم تمام کن چه؟ داشتون کریم داشتونیم من حاضر همه در پای فهمیدم حاضر خودش روید گمنام سلام سلام کتی خوشبخت شوید کن این خانه تقسیم بسا خانه تقسیم میکنم یخدانو میدیم دین و تمام چیزو چهارا همشه میگیریم این آده پرافکشون اینو مازشون میده تقسیم تمام خطه میدیم دوستان عزیز زن شما برنامه ما نه اینکه آیله های جواب بلکه آیله های بزرگان نیست ویران شده ایستان اولین بار دیدم که مردم وقتی تمام شد دخترم اینجا بیا اینجا بزن تویا خودی حاضر خیزون راست خانه شوهرت برافته آوه شوش رستی هم نباید تلفن کن شده تلفن کن بیا که آوه شوهرش بیاد که بیبیه خونه خودی جمع کردگیش برسه اونده زندگی دوام که حبای زندگی بشه بچه پشتی این مور مدام پیش که دوزید میتده پشتی مور میره پشتی خواب زندگی ویران بشه من دخترم یعنی که انمی شرط رو زندگی من راضی اینا حاضی حق لکن خوشبخت شوید الله اکبر تشکر از دوستانی عزیز بیگزار آینه
خلاجو عبدالله وقتا نشده مرد یا ثابت موزه اصحته انا اینش در برنامه های آینده شما برنامه چند چنبه خلاجو چیکار کنم گوش کن بچه داداش اینجا بیا پیش بگذار دادو مرد باش فهمیدی مرد باش اینجا من گوش کردم رومدم یکم خیلی عیبی زنت کرده است دیگو توا گفتی دیگو توا دیوان گفتی دیوان یختان گفتی یختان نو سلام باشید آقای عزیزان دوستان عزیز واقعا هم زندگی پستی و بلندی ها دارد در همین پستی و بلندی ها همیشه صبور باشید و یک زود موسیقی نیست برای ما برنامه شما مفهوم شد نه؟ سلام باشید راستی من خیلی خوشحالم که هر یک شما را وقتی قیمتی خدا برای ما داشته اید با همراهی ما بودید در عرفه عیدی خنده ایستادید. یک آرزو دارم که هر یک نفری که اینجا آمد یک بار برنامه ما رو تماشا کردید. اکنون من میخوام که دیگر برنامه‌های دیگر گروه‌های وقتی تماشا کنید. البته وقتی که خلاصه گروه آمدید ما حمایت من شما انتظار میشم. سلام باشید. خیر Name